صدای ماندگار، صدای ماندگار، صدای ماندگار، صدای ماندگار. زی انجامی سرودی خود را آغاز می دادم. با سلام تازه دوستداران و علاقمندان آهنگ و ترانه‌های ماندگار و جاودانه، برنامه کنونی صدای ماندگار از بخش دری تقدیم شماست. هر انسان در ذات خود ناتکرار و بی‌نظیر است. در زندگی گاها نفرانی عرض هستی می کنند که با هنر و استعداد، رفتار و گفتار و ایجاد و ایجازشان در خاطرات ابد نقش می بندند و نام آنها جاودانه در صفحه یاد کندکاری می شود. اگر تنها به جاده هنروری نظر اندازیم، می بینیم که نفرانی در این صفحه صورت جاودانگی و عکس زرینی دارند. از قافله سالار هنر بربدی مروزی آغاز کنیم تا به امروز خیلی زیادند آن استعدادهایی که نادرند و برای رشد و نموی هنر تاجیک سهم باسزا گذاشتند و همه شما عزیزان از این پدیده‌های خوشایند و بی‌نظیر هنر خوب آگاهی دارید. امروز ما درباره نفری حرف خواهیم زد که او هم در جاده هنر و هنروری بی‌مثل و مانند بوده، با استعداد خداداد تا دم واپسین به هزاران هزار تشنگان ساز و نوای اصیل فرح و شادی عطا کرده است. این صدای گرم و آشنا، این لحظات هر یک شما شنونده های عزیز را به کوی اندیشه کشید و لحظه سیمای گرم و بسیار آشنا و چهره مدام خندان او را پیش نظرها آورد. یاد کردید از روانشاد ذوالفقار عزیز. با خودم تنها نشستم، نغمه مرگم سرودم، کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم. ذوالفقار جوانمردی بود با صدا، سیما و صلابتش چهره یک جوانمرد تاجیک را انعکاس می‌کرد. او دارای تمامی خصلت‌های جوانمردی، اخلاق و آداب بهترین، احترام به مردم و سخاوت پیشگی بود. صدای مرغوب و استعداد ناتکرارش همه خرد و بزرگ را مفتون خود گردانیده بود. صد افسوس که ما تنها خیلی کم توانستیم از مهارت خداداده‌اش بهره برده باشیم. دنیا به مراد دل زیبایش نچرخید و او یک سینه پر از صفا و هوس، هنر و استعداد نادر و حیرت زده چرخ فریبا از ما برفت. شاعره مهرنسا که بیشتر با این چهره آشنا هم نشین بود، در وصف این مرد ناتکرار شعر ایجاد نموده که ضمن صحبت به ما قرائت نمودند. همچنین خانم مهرنسا از رفتار و گفتار این هنرمند زنده یادآور شده ابراز داشت که ذوالفقار عزیز هنوز در دوران شوروی در میان جوانان شهرت زیادی داشت. خانم مهرنسا گفت: ذوالفقار عزیز در بین جوانان مقام شایسته را سزاوار بودند، زیرا هم با آداب هم با خصلت‌های خاص خود با اعمال لباسپوشی خیلی اشرافانه خود از دیگر جوانان فرق می‌کردند
واقعا از این خاطر جوانان میخواستند که با ایشان پیروی کنن، هم در رفتار، هم در گفتار، هم در هنر. سال 1986 در عالم موسیقی تاجیک گروه جدید با نام انیس عرض هستی کرد که به هیئت آن 5 برادر داستان عزیز، قیس‌الدین عزیز، ویس‌الدین عزیز، ابوبکر عزیز و ذوالفقار عزیز شامل بودند. دل به قراری واسه تو کی هست نیستم فرقی نداری دیگه نمیگی یاری چشم انتظاری لیلی شب شبی تاری لیلی دل به قراری لیلی. ذوالفقار با سبک و اسلوب نو همراه با گروه انیس روی استیج هنر آمد. او پدیده تازه‌ای را می‌ماند در جهان سرود و آهنگ‌های تاجیکی. انیس در کوتاه‌ترین فرصت محبوب همگان شد و ذوالفقار عزیز در دل و دیده‌ها جای گرفت. قابل یادآوری است که ذوالفقار عزیز آوازخوان سرشناس تاجیک، یکی از تأسیس دهندگان گروه موسیقی مشهور انیس بود. هنرشناسان از وی به عنوان آوازخوان با استعداد و آهنگساز ممتاز در تاجیکستان نام میبرند. در آن زمان ترانه‌های ذوالفقار اولها در فیته‌ها در استودیوهای زیرزمینی ثبت می‌شد و جوانان این نوارها را از دست به دست به فروش می‌رسانیدند. یکی از دلیل‌های محبوبیت گروه انیس و ذوالفقار در آن بود که آنها برای آفریدن ترانه‌های خود با شعرا و ترانه‌نویسان خوب همکاری می‌کردند. از جمله عضو این گروه برخی از اشعار لایق شیرعلی، شاعر فقید را نیز در آن زمان سرودند. شاعر مهرنیسا یکی از ادبای تاجیک است که از سالهای اول تأسیس گروه انیس با آنها همکاری می‌کرد و طوری که خودش گفت 10 شعر وی از طرف آوازخوان‌های این گروه اجرا شده. قابل تأکید است که صدای ذوالفقار به صدای بلبل شرق احمد زاید شباهت داشت. در اصل عضو این گروه ذوالفقار بلبل گویا بود و هست و خواهد ماند. خانم مهرنیسا در ادامه صحبت افزود: من گمان میکنم که همین شعرهایی که ذوالفقار خواند خوب خواند، برای من همچون مؤلف برای من خوب خواند، اما هواداران شعر اما کسی مردن نمیخواهد، نفس گیر بیایید جان ناکسم گیر، جان من در هر قدم از هر کجا جویم تو را. یعنی خیلی خیلی سرودهای مادری که سرودی مادر ذوالفقار از اشعار من است و خیلی خوب می سراید، خیلی خوب آهنگ بسته است، چون که تمام این آهنگ ها آهنگ خودی ذوالفقار عزیز است و بیشتر البته از آن ترانه های احمد ظاهر استفاده می برد و خوب هم می خواند. وقتی که احمد ظاهر رو گوش میکنی بعدن ذوالفقار رو قریب که فرقیت خیلی خیلی کم احساس می شود و اگر زیاد گوش نکرده باشه ذوالفقار و احمد ظاهر رو از هم دیگر فرق کرده نمیتونه که این البته بازیافت ما بود، این البته افتخار مردم تاجیکستان بود که چنین هنرمندی خوب دارن. البته میگه صدا جاودانی است، عمر سرود خیلی طولانی است و با سرودهایش با همان رفتار زیبایش در دل آنهایی که او رو میشناختند او البته جای خاص خود را دارد، اما آنهایی که ذوالفقار را نمیشناسند اما سرودهایش جاودانه اند. من گمان میکنم که عمر ذوالفقار خیلی خیلی طولانی می شود و از هنر او باز جوانان باز هواداران شعر و موسیقی
استفاده خواهند کرد. ذوالفقار عزیز در ایام فصل گل شکفتنها و تاریخ اول مارچ سال 1967 به دنیا آمده. فرخنده بهار است و دلم جام تمناست، دنیا به دل و دیده من صحن تماشاست. فرخنده بهار است و دلم جام تمناست، دنیا به دل و دیده من صحن تماشاست. هنوز از دوران جوانی شیفته هنر موسیقی بود. او با صدای شیردار و دلنوازش در قلب هزاران هزار عاشقان صوت و نوا موا گرفته محبوب ترین آوازخوان گروه انیس گردید. علاقمندان آهنگ و ترانه‌های مرغوب گروه انیس را با شرافت ذوالفقار عزیز میشناختند و نام انیس با اسم ذوالفقار عزیز توأم بود. یکی از سبب‌های محبوبیت ذوالفقار در آن بود که از ایجاد شاعران شیرین کلام تاجیک بهترین دردانه‌ها را انتخاب می‌کردند و ترانه‌هاشان سر تا پا بار معنی می‌کشیدند. ولی آغاز جنگ داخلی و کشتار خونریزی در سرتاسر کشور به حیات ایجادی انیس نیز بی تأثیر نماند. اهل گروه در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان تقریباً یگان برنامه کنسرتی اجرا نکردند، ولی بعد برقراری صلح و ثبات در کشور صدای انیس باز بلند پرواز گردید. ای نیلگون دریای من، باز آمدم ای نیلگون دریای من، باز آمدم. ذوالفقار عزیز اکنون در برنامه‌های کنسرتی کمتر آوازخوانی کرده، بیشتر با آهنگسازی مشغول بود و برای دیگر آوازخوانان گروه آهنگ‌های بسا دلنشین ایجاد می‌کرد. احیان ترانه‌هایی که این هنرمند اصیل می‌سرود به زودی در قلب مردم موا گرفته و قول جوانان معاصر خیت می‌شدند. اما عمر به این جوانمرد پنجه‌اش هنر وفا نکرده. ششم می سال 2010 بر اثر سکته قلب در شهر دوشنبه دنیای فانی را بدرود گفت. یک سینه هوس مونس دلها به خدا رفت، صاحب خونه رو طایر توبا به خدا رفت، بالای بلند و رخ یوسفی خود را پیچیده به گلبرگ معما به خدا رفت. در فصل بهاران سراپای گلاویز گلگونه کفن بلبل شیدا به خدا رفت. یک شاخه پربار پر از مهر و صداقت در عهد جوانی و تجلا به خدا رفت. چون کوچ پرستو و دل و دیده یاران کاشانه به جا مانده و تنها به خدا رفت. دنیا به مراد دل زیباش نچرخید،
حیرت زده چرخ فریبا به خدا رفت. این چشمه خورشیدی آهنگ و ترانه با زمزمه عشق و تمنا به خدا رفت. رفت و سپردن به غم این ره گران است. امید دل و اختر فردا به خدا رفت. ای وای و دریغ من و ما و همه افسوس از غفلت ما ظاهری پیدا به خدا رفت. به خدا رفت. به خدا. شاعره مهرنسا که طی 30 سال با این گروه مخصوصاً با ذوالفقار همنشین و رازگو بود چنین یادآوری کرد. در بین این گروه انیس همشون خیلی خوب صدای خوب مرغله‌دار داشتن، اما ذوالفقار عزیز فرق میکرد. ذوالفقار در انتخاب شعر، در انتخاب آهنگ خیلی جدی بود. از بس که خودی ذوالفقار آهنگ ایجاد میکرد و خودش متن همون آهنگ ها رو از کتاب ها جستجو میکرد، میافت. خیلی زیاد از اشعار من میخوند، اما امروز هم از من میپرسند که شما شعر خود رو پیشنهاد میکردید. من یگان شعر با ذوالفقار پیشنهاد نکردیم و همیشه وقتی که آهنگ میساخت یا اینکه میخواست که شعر نو خواند و جستجوی من میومد، بعد میگفت که معلمه شعر نو نیست. میگفتم هست اما آنقدر کارکرد نشده است، من هنوز آنها پخته نیستند. بعد میگفت که برای من نمیتوانید که من گیرم، بعدن که شما کار کردید من بعد میخوانم، من تنها با آهنگ سازگار کنم. چند میگذشت می آورد شعر رو الکی ترانه شده است و الکی در رادیو تلویزیون خوانده است. بعد من گفتم ذوالفقار جانم برای چی این خیال کردی؟ شاید در یگان جا خطا باشد. می گفت که خیلی خوب بود، همه تعریف کردن. از این خاطر ما تا قریب 30 سال رابطه خیلی زیج داشتیم و تمام نفران گروه انیس شعرهای ما را می خواندند و تا مجتهدین، یعنی ادامه داشت این. اما متاسفانه ذوالفقار خیلی زود از بین ما رفت، ما را ترک گفت. با هنری بالایش، با همان آداب و اسلوبی که هم در سرایندگی و هم در رفتار که خیلی آزاده بود، یعنی یک جوانی آزاده فر، یک جوانی خیلی صمیمی، خوش اخلاق، خوش آواز و در رفتار هم واقعا نمونه بود. همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از عالم. صدای گوارا و مرغله‌دار ذوالفقار عزیز از روزهای اول روی استیج آمدنش قلب هواداران سرود و ترانه‌های ناب را تسخیر می‌کرد. یکی از سبب‌های محبوبیت کسب کردن ذوالفقار در آن بود که همیشه در تلاش و جستجوی سخن نو در هنر موسیقی معاصر بود. در آرشیو آهنگ‌های ذوالفقار شما یگان ترانه‌ای را پیدا کرده نمی‌توانید که متن آن غلط و در معنا علتی داشته باشد. ترانه‌های خوانده او اصلاً بر متن شاعران معاصر تاجیک ایجاد شده اند که با اکثر آنها شادروان ذوالفقار شخصاً آشنا بود.
همه حرفایش را صدای او، نوای او، هنر ناتکرار او همیشه در یاد و خاطرات مشتاقان هنرش جاودان میماند. او زندگی همه روزه را بالای خاک غنیمت شمرده، دل دوستان و دوستداران ساز و نوایش را به دست آورد، ولی پیش مرگ چاره دیگر نیافت. نهایت قلب درد آشنایش از تپش باز ماند. با رفتن ذوالفقار گروه مشهور انیس نیز پراکنده گشت. در این مورد خانم مهرنسا افزود: رفتن او باعث پراکندگی گروه انیس شد و امروز مخلصان بسیار میخواند که این گروه از سری نو به هم آید، اما هر چیزی که پاره شد به هم پیوستنش خیلی مشکل. گویا که ذوالفقار مثل یک ستون بود، یک قلعه بود که با رفتنش این گروه خیلی آوازدار، گروه خیلی خوب از هم پاشید و امروز البته یگان گاه و ناگاه شهرام جان یگان سرود می سراید و گاه و ناگاه، اما دیگرشان خاموش هستند. البته صد دریغ افسوس امروز هم مردم در خمار صدای گروه انیس هستند و هم ایشان با دیگر کارها شغل می‌ورزند. البته شاید زندگی ایشان رو به چنین راه وادار کرده است، لیکن به هر حال هنر این هدیه خداوندی است و این هدیه باید برای جمعیت خدمت کند، چون که علاقه جامعه ایشان رو میشناخت و طلبگار بود که آنها خوانند. وقتی که آنها کنسرتی برپا میکردند در یک نوبت نمیگذشت، در دو نوبت کنسرت میدادند، چون که اینقدر مخلصشان زیاد بود که در تالارها جای نمیشد. بعد مردم میگفتند که ما انتظار میشویم تا نوبت دوم، اگر در ساعت 2 تا 5 باشد با از 5 تا 8 یک نوبت دیگر آنها کنسرت میدادند. متاسفانه با رفتن ذوالفقار آن پاش خورد. آوازخوان معروف گویا نزدیک بودن مرگش را احساس نموده در یکی از آخرین ترانه‌هاش با درد سروده است: عجیب است زندگی یاران در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمی خواهد. عجیب است زندگی یاران در این دنیای دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد. دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا که نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. چینو چه تلخی جان، چه دردی و چه درمان، چه اسراری بگوی از آن کسی مردن نمیخواد. نه یک عاقل نمیخورد، نه دارا و نه بیچاره، نه مسکون و نه آواره،
کسی مردن نمیخواهم. درگاهی خداوندی کسی رفتن نمیخواهد، زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمیخواهد. و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارا در این دنیای پر ارمان، دمکی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد. دمکی پر شود پیمان اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواهد. و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواهد. آره، کسی مردن نمیخواهد و ذوالفقار عزیز نیز مردن نمیخواست، ولی از مرگ جای گریز نیست و صیاد اجل در عین پرواز بلند ایجادی این شاهین خوشبال و پر را به نشان گرفته و تیر پرسوز و جانگدازی بر دلش زد. صد حیف آدمی، صد حیف مرد با چنین بزرگی و هنرمندی. شنوندگان عزیز، شما برنامه کنونی صدای ماندگار را روی فعالیت و زندگی نامه ذوالفقار عزیز، آوازخوان مشهور فقید تاجیک از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجه و همراهیتان عرض سپاس. صدای ماندگار، صدای ماندگار، صدای ماندگار، صدای ماندگار. زی انجامی سرودی خود را آغاز می دادم.
زیر دیوار آرزو موندن زندگی چیز خون دل خوردن زیر دیوار آرزو موندن زیر دیوار آرزو موندن قدر را سر کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدل کنی غم دنیا را اثر بدل کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدل کنی غم دنیا را اثر بدل کنی رسمی دو رنگی آینی مانست یک رنگ باشد روز شبی من یک رنگ باشد روز شبی من رسمی دو رنگی آینی مانست یک رنگ باشد روز شبی من یک رنگ باشد روز شبی من قدر را سر کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدل کنی غم دنیا را اثر بدل کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدل کنی غم دنیا را اثر بدل کنی شدم از یادی تو فراموش تو را این دل شد بین ما گوش تو را این دل شد بین ما گوش شدم از یادی تو فراموش تو را این دل شد بین ما گوش تو را این دل شد بین ما گوش قدر را سر کنی قدر را سر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدل کنی غم دنیا